و یک سلام گرم تمام فالوورای عزیز. امیر غمکی میبینیم یک از دوستان ما گفته بهترین نصیحت هایی که تا حالا شنیدی. پس میریم یک مرور میکنیم، زودی برمیگردیم. تا وقتی که پولدار نشدی عاشق که اصلا نشو، چون وقتی که فقیر هستی حتی پدر مادرت فکر میکنن تو بیورزه، چی برسه به اون دختر که عاشق تو بشه. پس اول به خاطر پول بجنگ، بعد میتونی به دست بیاری هر چیزی. زندگی دو قانون داره، یا باید گرگ بشی یا گوسفند، انتخاب با خودت. وقتی میخوای از مسیر دست بکشی حتما یادت بیاد چی کسانی از تو دست کشید. به گذشته اصلا فکر نکن، چون نمیتونی تغییر بدی، ولی میتونی به آینده فکر کنی و تغییرش بدی. 99% مردم شکست رو تجربه کردن. به چی دلیل؟ به این دلیل که کار امروز به فردا گذاشتن. اگه میخوای اون 1% آدم موفق تو باشی، کار امروز حتما به فردا نباش. اصلا و ابدا دنبال دوست واقعی نباش. اینجا همه مجازی هم، فقط به خاطر یک دلیل، به خاطر یک پیشرفت از تو استفاده میکنه. پس هیچ وقت مورد شانس مردم نباش. اگه خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب بکنیم و ما رو دنبال کنیم. خدا حافظ و نگهدار.